سلام عرض کردم خانم بخشی. ببین، عرض کنم که بد ننوشتی، ولی خب یه سری ایرادای اساسی داری که من اینو خدمت عرض میکنم. الفت الف خوبی شده ولی یه مقدار ضخیمه و شکلش باید این باشه. ببین، وقتی شما الف میخوای بنویسی، زاویه‌ای که شما نوشتی این زاویه است. برای همینی که پهن شده. ببین، من همینی میارم پایین، ببین چقدر پهنه. ولی زاویه زد دست رو بچرخون، رو این زاویه بنویس. اختلافش خیلی اندکه، ولی واوت خوبه. من به واو دست نمیزنم، ولی یک بار قشنگ برای توضیح میدم. اول از یه خط کرسیت من باید دفعه بعد ببینم، یعنی قشنگ جوری با مداد بکش که من ببینم خط کرسیتو. پررنگ نه، ولی دیده بشه. واوتو نقطه‌ای که میذاری میچرخونی با قسمت وحشی قلم بیا پایین. حالا وحشی انسی رو بهت میگم. با وحشی قلم بیا پایین. اینا یه مثلثه کوچیک بهش بچسب و دو تا نقطه است اندازه واف. لام تو خیلی بلند و خیلی برنده نوشتی. صاف اومدی پایین و یه دایره بهش چسبوندی. نه، این نباید اینجوری باشه. لام باید به اینجوری باشه. الان من به خط کرسی اصلا کاری ندارم، دارم لامو به توضیح میدم. خط کرسی اینجاست، باید اینجوری منحنی باشه، این رقص رو داشته باشه. بعدش بعد بره تو. ببین اینجوری چرخید دایره، بعد رفت تو با قسمت تقریبا انسی قلم همزمان. انسی و وحشی با هم دیگه میاد تو، ورش میداریم. قسمت وحشی و انسی رو میخوام به توضیح بدم. اگه این قلم باشه، این که نوک قلم به سمت بالاست، این وحشیه، این یکی اسمش انسیه. برای نقطه گذاری سعی کن توی حرف و توی جای دیگه انقدر بنویسی نقطه گذاری کنی که ملکه ذهنت بشه. وقتی توی کلمه، توی جمله، توی سطر میاری، فاصله ایجاد میکنی. مثلا من دیدم دیگه الان اینجا، شما نگاه کن چقدر فاصله گذاشتی. خیلی فاصله زیاده، انقدر فاصله نباید باشه. در ضمن برای نوشتن لام نباید شما لام تو اینجوری بنویسی. مثلا حالا دایره‌اش رو میگم، اینجوری بنویسی بعد اینجوری بری تو. این باید حذف شه، نوکش باید تیز تیز باشه. ند ببین، برو بالا. به این صورت. من یه بار اینجا برات می نویسم. ببین زیر قشنگ باید گرد باشه، اینجا باید تیز باشه، این فاصله باید اینجا ایجاد بشه، یه نقطه اینجا باید جا بشه. اینم قشنگ پاشنه دال. اینم خط کرسی مونه. کلمه بعدی که نوشتی شما یشه است. یشه رو باید، این که خط کرسیه، یه الف کوچیک، یه نقطه و خورده بالای باشه. به این صورت قشنگ باید دایره باشه. اینو من باید ببینم، ولی مال شما اینجوری شده. ببین
و اومدی صاف این آوردی جلو اینجوری کردی. نه این غلطه، این غلطه. و کلمه آخرت کنه. ببین قشنگ بلند. 1 2 3 و 1. بعد اینجا گردش میکنی. این کاملا بعد که من اینجوری میکنم که شما ببینی ها. ببین دارم بهش میگه ببینی. کاملا گرد. اینجا 1 نقطه میای پایین. بعد از 1 نقطه یه دایره تمام عیار می نویسی. دوباره دایره تو باید بری به سمت راست، نباید دوباره زل بش بدی. بعد الهام خانم برای گذاشتن نقطه در دایره نون به این گونه باید عمل کنید. یه دونه صلیب تو ذهنت میکشی، یه صلیب فرضی این وسط، یعنی نون رو تقسیم بر 2 میکنی. شما اینو باید خیلی تمرین کنی تا اینکه نقطهش دستت بیاد. تقسیم بر 2 میکنی، نقطه رو دقیقاً میذاری اینجا. سرکجش هم خیلی قشنگ یه مقدار بلند. سرکج رو ببینیم. سرکج شما از اینجاست، خیلی کوتاهه. ببین دونه دونه شما باید نگاه کنی مشق که من بهت میدم. میخوای بنویسی نون من نگاه کن چجوری نوشتم. اول قشنگ تو ذهن جا بیفته، بعد بنویس. از خودت ننویس. اینجا باید همه گرد باشه. در خط نستعلیق هیچ حرفی برنده و تیز و صاف و صوف نیست. همه گردن، همش داره تو نستعلیق، همش داره میچرخه، همش داره حروف میچرخه. اینا رو باید دقت کنی. اینم یه 0 از این پایین تره. اینم سعی کن دایره رو رعایت کنی. بعضی جا 9 نقطه است، بعضی جا 11 نقطه است. بعد فواصل بین حروف تو باید کم کنی. شما حالا اسکن گرفتم میبینی اندیشه رو بین ند و یشه من یه دونه دایره کشیدم. این دایره هایی که میبینی یعنی چی؟ یعنی فاصله بین حروفت زیاده. موفق و مؤید و پیروز باشی. اینم در ضمن رعایت کن. این منحنی و اینو اینجوری رعایت کن. از بالا آهسته آهسته بیا پایین. قربون شما، خدا حافظ.